زمان پند آزاد و آزاد مرا زمان چون نگری سر به سر همه پند است. السلام علیکم بیننده‌های ارجمند، برنامه نوبتی گلستان معنی منظوری شماست. واقعا این برنامه به همین عنوان گرفتن و پیشنهاد کردن برای شما یک رمزی است، به خاطر آنه که گذشتگان ما، بزرگان ادبیات ما و آیندگان اینقدر از خودشان یک میراثی بزرگی را گذاشتند که ما توانیم از آن میراث بهره ور باشیم. در صحبت ما حضور دارند دوستی دانشمند ما مقصود عارف. شما را خوش آمدید. سلام باشید. در یک کار در استانبول بودم و سفری تجارتی و همچنین دیدم که در حجره کاری یک نفر صاحب کار موفق چند بیت حضرت مولانا بلخی نوشته شده است به زبان ترکی. بعد دیدم پرسیدم از اون نفری که چین معنایش چی است. گفت راستی معنایش را نمیدانم اما این شاعری بسیار بزرگ است. بعد من گفتم این شاعری بزرگ ماست، برای اون که نمیدانم شاید به ترکی یکان بیتی گفته باشه اما به تاجیکی اینقدر از خودش یک میراثی گرانی را گذاشته است که با نام مثنوی معنوی و دیوان کبیر که از غایت اعتقاد و اخلاص آن را به استاد شمس تبریزی بخشیده است. و 10 بیت اگر خطا نکنم 10 بیتی نه نامه را خواندم. 3-4 نفر دیگر همراه شدن، گوش کردن، گفتن که این به زبان تاجیکی است. بله گفتم این به زبان نوبی تاجیکی است و این مول مولانا است. این اولین بیت های مثنوی معنوی است که خودش یک مثنوی معنوی مولوی هست. قرآن در زبان پهلوی میگه و واقعا در این مثنوی این مولانا اینقدر یک معنی هایی را گفته است که برای تربیت انسان کامل واقعا کار میکند و هدف مولانا شاید مثلا نشان دادن واقعا چهره انسان کامل است که به همیشه اندیشه های انسانگرانه مولانا در محور اساسی ایجاداتش می‌ایستد و در محور برنامه ما نیست پیش از همه ترغیب همین فرهنگ والای ما که گذشتگان ما مثلا این افتخارهای ما گویم هم تو ساده نباشد، واقعا پر ارزش باشد. همون مردی که مثلا من برای او توانستم 10-12 بیت از نینامه گفتم، ذوق کرد، گفت که چگونه به زبان اصلش زیبا است، زبان اوریجینالش بسیار گویم فصیح است، ذوق برد و من گفتم که کوشش کنه زبان تاجیکی رو یاد گیرید و ذوق کردن. گفتن که واقعا برای چی نه، چون من گفتم شما واقعا دست مییابید به زبان اصلی مثنوی. و امروز من توجه کردم به گرد دامان قسم 1 به 2 بیت حضرت جامی توجه کردم. اونجا بسیار عجیب بوده و من میخواستم اون را برای بینندگان نیز توضیح میدادید که حضرت جامی میگن چنانی خشک نهاد پیش خویش ناداره، چنانی خشک نهاد پیش خویش ناداره که روح را دهد از خوان فقر پرورش بنان خوریش، چو شود تبش آن زمان مایل، چو ذکر عافیتش نیست هیچ، چو ذکر عافیتش نیست هیچ نان خوریش میگوید. میخواستم همین 2 بیتی حضرت جامی را برای ما بیننده ها توضیح میدادید. شیخ مولانا عبدالرحمن جامی از بهاریستانش گرفته شده. یک ما انسان های خصلت عجیبی داریم که همیشه فکر میکنیم که اگر یک تین دارا باشیم، یک تین داشته باشیم، حرکت میکنیم، یک تین ما 2 تین شود. وقتی که یک تین ما 2 تین شود من بحث میکنم، لیکن متاسفانه وقتی که یک تین 2 تین میشود میگه همین نقض میشه که 2 تین هم 3 تین شود. میگه انا همین خیلی کده ایستاده نفس بالای نفس زم میشد و اخیرش حتی کانال هایی که با ما هم بسته بودن ویران میکردن. ما خود بی خبر میمونیم که نافهمیده یک پای ما آن سوی مثال عادی حدی برای ما جای شده، واجب شده، گذاشته شده است. ما این درباره بیت های از عبدالرحمن جامی درباره قناعت است. ما باید همچون انسان با آنچه که داده است قناعت کنیم.
мазмунҳои байташ дар ин ки вақте ки назди нодор як бурда нон пайдо мешавад, як бурда нон пайдо мешавад, вай ҳамонро хӯрдист ва метавонад зинда монад, метавонад мисол рӯҳаш зинда монад. вақте ки инсон зинда аст, яъне рӯҳаш дар баданаш то аз вай офият гирифта тавонад. вале ки вақте ки як чиз наздаш мемонад, ана ҳамон замон вай сар мекунад ки ҳамин ба ғайр аз нон агар хуб мешуд ки болои ҳамин дастурхон агар бо чизи дигар мебуд. офияти инсон на дар доштани чизи беш, яъне зиёда доштан аст, балки дар қаноат кардан ба он чи ки дориму муҳайё аст, муяссар аст ҳозир, осон аст гирифтанашонро. ҳадиси паёнбар аст, мегӯяд ки агар ба инсон як дара тилло, дараи тилло агар дода шавад, инсон қаноат карда наметавонад, мегӯяд ки бо як дараи дигар тилло мебуд хуб мешуд. бо як дара, ин ҳадис аст, ҳадис аз бухорӣ, аз муслим, ҳамин чизҳо вай шудааст. яъне мо вақте ки як чизи дигар тарафи дигари ҳамин гуфтаҳои ба ҷоми дар он ки агар ба як чиз қаноат карда тавонем, пас худованд метавонад ба мо аз он бештару беҳтар диҳад. ояти қуръони аз сураи иброҳим вақте ки мегӯяд ки вақте ки шумо ҳамин чиз ба мегӯяд вала ин шакартум лаазиданнакум, агар шумо шукргузорӣ кунед ба он чи ки доред, мо зиёда мекунем. вақте ки шумо шукр намекунед, якумаш ки он кам мешавад, дуюмаш ки он чи ки дод ҳамон ҳам яъне бими аз байн рафтан дорад мегӯяд, яъне кам шуданӣ дорад мегӯяд, қадарот дорад мегӯяд, яъне тақсим шуда рафтан дорад мегӯяд. ҳама инсон бояд ки дарк карда шакл дуруст ки ҳамин агар кифоя бошад, якумаш ки аз рӯи барнома аст ки ва ҳамин қи дигар чӣ дорад, риск дорад, аз он беш не, ва шояд он рисқа зиёда шавад, лекин барои вай беҳтар қаноат карда шуда. ҳамаи гап дар қаноати инсон аст, дар сабру қаноати инсон аст. ва як нуктаи дигарро ман аз шумо ҳамиҷа тавзеҳашро пурсидани ҳастам. нигоҳ кунед, мисали дуюм мегӯяд ки рӯҳро диҳад аз хони фақр парварише. яъне инсон бо вуҷуди ки масалан нафс бо гоҳу болои фармон мегирад ва амр мекунад ва нафс зоянда аст, хабисӣ, ту аз хони фақр он рӯҳро, он нафсро парвариш кун. яъне хони фақр хоне нодорӣ аст ва қаноат дар онҷо дар марраи аввал қаноат истодааст ки ҳамеша, яъне бисёр хуб гуфтед ки масалан нашавад ки масалан агар ту ду тин хости ту бошад, андешии пайдо кардани тини дигар дар зеҳни ту ҳаргиз пайдо нашавад. ва масалан шоирам масалан ба овардани ҳамин мисол, яъне дар инсон талқин мекунад ки инсон дар баробари масалан нафаре ки ғизо мехӯрад, мо масалан ҳама инсонҳое ҳастем ки мо ғизо истеъмол мекунем ва ин сабаби масалан ҳаёт доштани мо аст. мо чун агар ғизо нахӯрдем фавти мо наздиктар мешавад. ва дар ин ҳол масалан агарчи ту ғизо хӯрдӣ, пас ана ҳамин меъёрҳо ки масалан аз хони фақр ки ин тарбияти рӯҳи ту аст. дуруст аст, дуруст аст. вақте ки одам ина бинед чанд ҷанбаҳо дорад, ҷанбаҳои мисоли оддӣ физиологӣ дошташӣ. мегӯянд ки духтуроям мегӯянд ки камтар хӯрад, офияташ бештар аст. бисёри уламо дар ҳама ақидаанд ки мисоли аксарияти касалҳое ки мо дорем аз ақиби ҳамин пурхӯрии мо аст. камтар хӯрдӣ ҷон бурдӣ мегӯянд. дуввумаш ин ки вақте ки шумо камтар доред, шумо бо хӯрданӣ камтар вақт сарф мекунед. дар ин ҳол зиёдати вақт мемонад, фароғат мегӯянд. ва фароғате ки мегӯяд вақте ки фаиза фарағту ва иля роббика фарғаб, яъне ба сӯи парвардигори худ роғиб шав, рав мегӯяд, моил шав. мо доимо мисоли оддӣ хӯрок хӯрдан гирем, фақат дар фикру ёди парваридани тани худ бошем, танпарвар бошем, аз куҷо вай вақт мемонад. ҳатто танпарварӣ бошад ҳам, танамо парварида бошад, вақти намоз гузоштан, вақти мисоли аркони дигари шариати исломро иҷро кардан, нафасомо мегардад
رفته نمیتونیم. یا رسالت دیگری انسانی نیک کردن یا حاجت یک کسی رو روا کردن. الان همین است. وقت گیر است این چیز. وقت گیر است. و اون چیزی که من شما گفتم اون مثال بودی قناعت کردی، صبر کردی، بردی. خداوند زیاده میگرداند. وقتی که به داده‌اش تو قناعت نمیکنی، خداوند همان چیزی که داد همان هم مثال بودی خطری از بین برداشت می‌کنه. خداوند میگه که همین دارالفیتی ما میگه که خداوند 3 مراتب دولت میده. اگر اداره کردن نتوانی از بین همه چیزهای دادگیشون میبردارد. مثلا ما حیران میشیم بعضی که وا همه قدر بودو چون یک بار هم میگه من چیزی کردیم. شینه شما اگه فکر کنید شما چی کار کردید که خداوند نمیخواد شما رو لایق دونید. شاید خداوند سنجیدنی خواست شما که این چی کار میکنند گفته. شاید اصلا چیزی که بود که مثلا دادیم ما خودفریب هستیم. ما خودمون فریب میکنیم. الا فی غرور یعنی آن شخصانی که حقیقت رو میگن در سلیمان حقیقت رو انکار میکنن حقیقتی حال رو انکار میکنن آنها خودشون رو فریب میدن مگرم جوز میگن مگرم در غرورن یعنی در فریبی هستن در خود فریبی هستن میگوید الان از همین برمی آید که انسان از همین فقر باید درست درس برداشت نشده درس گرفت نشده فقر را نه همچون ناداری یا که یکان چی میگه یک مائلیت به خوشنون نشدن نسبت خداوند است بعضی میگه که همه من چاکران خداوند من همین خیلی موند وقتی که ما اظهار همین خیلی ناراحتی ها میکنیم پروردگار میگه یک چیزی من به هیچی طاقت نمیکنم حالان که در پیش همین خیلی سنجش های هستند که ماندن گیرید بسیار اینجا مضمون اینجا اشاره کرده در مورد اونه که قناعت داشتن انسان سری هر نعمتی که به او داده می شود چی نعمتی مادی و چی نعمتی مثلا معنوی سری آن مثلا همیشگی باید به شکرگزاری مناسبت کند حتی همون چیز شما نقل کرده و یادم از همون حکایت از گلستان سعدی آمد یک طبیب به کشورهای از فارس به کشورهای عرب می رود به خاطر دریافت نان روزیش و 6 ماه آنجا می گردد کسی به او مراجعت نمی کند که دردی دارم یا یک مشکلی بعد نزد یک نفر عزیز بزرگان آن قوم میرد میگوید که این چی مردمند که مگر بیمار نمی شوند که من به خاطر نفقه اهل ایال آمدم که چیزی پیدا کنم و تبسم میکنم میگن که این مردم همین گونه است که تا گرسنه نماند چیزی نخورد و هنوز اشتها باقی است دست از طعام باز دارد و این از عافیت موجب تندرستی گفته از اون کشور برآمده میرود یعنی این از سبب تندرستی یعنی همیشگی قناعت در پیشه و چون از این در این دو بیت خیلی استفاده سخن کردم ممکن اما من فکر میکنم اینجا یک بیتی بیدل آمده است که دو بیتی بیدل آمده است که من میخواستم اینجا برای شما گفته باشم و آن را توضیح کرده باشید بیدل میگوید که کی فرصتی عیش است در این باغ که گل رو گردش رنگ است همان گردش سال است ای ذره مفرسای به پرواز توهم خورشید هم از آینه دارانی زوال است یعنی چه زیبا گفته است بیدل حیاتی من شما گفته در همون بیت اول میگه که حیاتی من شما و مثل حیاتی گل است که همیشه یک فصل زندگی میکنند یک فصل یک سال از همون روزی که مثال عادی برف ها آب میشن هواها گرم میشوند و برگ میبرند کبود میشد و از آن بوتان گل میکنند از آن کشاده میشد از آن گلهاش میریزد از آن برگهاش زرد میشد از آن برگهاش میریزند یک چوب میماند انا همون گفته است که این فرصتی عیش هست کی فرصتی عیش هست از زندگی کردن که ما میگوید حیات من شما به مثل حیات گل است که همیشه که همه این رنگ ها در اینجا مثلا سبزیش مثلا گردشی رنگ گردشی رنگ از کبوتی به زردی گشتن از نابودی و یک رنگ کبود پیدا کردن یا گلی مثلا 100 برگ اگر سرخ باشه که رنگ سرخ گرفتنی گل بعد از اون برگ‌ها زرد شدن غلطی نداره یا همه رنگ گردشی رنگ است چون گردشی سال است طول یک سال همین قدر اون حیات آدم است
بله همه قدر از اون بازم وای کرده ایستاده مراجعت کرده میگه ای ذره میگود ذره معنی شما ذره ناچیز گفته نگه سوره انسان میگه خداوند چی میگه میگه ما شما رو آفریدیم میگه لیکن میگه شما میگه از خود نرمید میگه شما یک چیزی بودید که لم شیئا مذکورا یک چیزی بودید که چیزی ذره بودید که حتی کرایی تذکر هم نبودید این قدر از خود میگید میگه این یک آیتی بی‌نهایت در جایی نه از گوش کردن نکن نه از درک کردن نکن که شما هیچی نبودید چیزی که حتی کرایی حتی لایق گفتنی نبودید شما میگه من شما میگم ای ذره میگه این میگه همین وی ماشی با توهم کردی توهم یعنی از خواهش توهم یعنی از ترس است لیکن خواهش آمده است میگه از خواهش برجادی خود اینقدر هم میگه پروازی باید دست مزه میگه که این میگه خورشید هم از آینه داران زوال است خورشید آفتاب ببینید چقدر بزرگی دارد اگر گرفته ایسال نگاه کنید اگر همون متری که گرفته نگاه کنید اگر نزد همه قدر آفتاب من اگر حجم داشته باشه اگر زمین همه قدر حجم داشته است زمینی من شما که ما زندگی میکنیم بله بله صدها هزار زمین لازم است که حجمی بوتونی یک خورشید گرفتن همه قدر خورشید با این قدر بزرگی میگوید آینه داری زوال است زوال میفراد نگاه بیگاهی به گم میشد از نظر میگوید عمرش یک روز میگوید از مشرق میبرد به مغرب همون گل برین گردشی رنگ گل برین سحر میبرد بیگاه گم میشد از نظر از مد نظر گم میشد اینقدر بزرگی که و میگوید آینه داری زوال است او یعنی تقدیرش رفتنی دارد گم شدنی دارد میگوید تو ذره میگوید انکون گشته آیتی گفتیم باید چی وش میگردد که تو خدا ذره نظر آفتاب چقدر که خودی خورشید با اینقدر بزرگی همین که میکنند تو از خودت میریم اگر زمین ذره نزد آفتاب باشد تو در زمین یک ذره است ذره است این زمینه که بسیار کلان است بله با این قدر ذرگی از گفتوس این قدر فخر میکنیم میگیم آینه داری زوال من شما آینه داری زوال هستیم ذائقه الموت انسان چشنده مرگ است مرگ این زوال است تمام ما اگر ذائقه موت باشیم خورشید آینه داری زوال بوده است همه قدر بزرگی همه از بین رود اگر من شما این قدر فخر میکنیم از چی فخر میکنیم نزدیکی فخر میکنیم این حیاتی من شما همه قدر چه بوده است بله آیتی مثلا در سوره نازیه آیت آخر چی میگه خدا میگه که حیات شما میگه لم یلبسوا الا عشیه او ضحاها در همان روز قیامت میگه حیاتی که حتی 100 سال عمر دیده باشید هم تو نشان میده خودتون میبینید میگه خودتون درک میکنید که حیاتی 100 ساله که شما در اینجا حیات طولانی حساب میکردید در نزد ما همگی یک فاصله میاد مدیات دو وقتی پیشین یا از مابین پیشین تا وقتی از پیشین تا وقتی ضحا یعنی گردشی وقتی تا چاشتگاه رفته درست میرسد 100 سال عمری من شما در نزد چشمان ما در آن دنیا در نزد خداوند همگی یک لحظه باشد پس این حیات اگر کوتاه دیگه باشیم چقدر هم تو آمد و هم تو برفتیم یک چشم کشادن هم یک چشم پوشیدن است اما صرف نظر از همین کرامات هایی که بزرگ پروردگار دادگی ما باید که خودمون فریب کنیم ما باید جای ما درست نمونده کنیم انسان باید مقام منزلت خودش رو رسالت خودش رو در روی زمین دانستنش دکار رسالت من و شما همه ما یک است آداب است ادب است نیکی کردن است از آن زیاده نه و باور کنید خداوند بزرگ از من و شما دیگر بیشتر از این چیز نپرسیده ایستاده است همه آیت هاش گیرید خوانید تقریبا آخری گپی هر یک آیت همی که نیکی کنید میگه بهترین شما نکوکاران است میگه
و من دیدنی هستم که شما در نیکی کردن بین هم چگونه سبقت میکنید. سبقت میکنید. لیبلوکم ایکم احسن عملا. همین. الان برای همین هم من خواهش دارم که مثلا تماشابینان عزیز ما همین وقتی که تفسیر قرآن میخونن یا چی ما میکنن همین چیز به اهمیت دیدن که خودی مثال ما درباره مولانا محمد جلالی بلخی گپ زدیم آخری همه قدر 6 دفتری بزرگی مثنوی معنوی من همه قدر و کتاب آخری همه صدها هزار بیت آخرت چی میگن؟ من فهمیدم که اسلام ادب است میگوید. اویت همگی معنی قرآن ادب است میگوید. معنی قرآن ادب است میگوید. همه قدر بزرگا علاقه خلاصه کرده رفتن. ما لیکن ما اکثریت ما تا حال خلاصه کرده نمیتونیم که این چی بود است؟ اسلام چیست و قرآن چیست و شریعت چیست و ادب است. نه زیاد از اون، نه کم از اون. و امروز ما بسیار میبینیم مثلا نفران وقتی دوم میپرسند که من ختم کردم و این ختم رو به فلانی به عزیزان اونهایی که از ما رفتن بخشیم و من بسیار اینجا مراجعه بسیار خوبم کرده در مورد اونه که واقعا این رجوع ما به این کتاب آسمانی سرسری نباید باشه. ما گفتیم که ختم کنیم تمام نه، ما وقتی که ما ختم میکنیم ما فهمیم که خداوند در این کتاب برای ما چی گفته است. این بسیار مهم است. این کتاب برای زنده ها است. کتاب برای آدمای زنده است. کتاب آدمای مورد کتابش روست است. شاید کتابم نخوانم. کتاب چی بده کن؟ کتاب این دستورالعمل است. بله، رحمت شما. خواندید و استفاده بودید. از این چیزها برآمدگی باشتگر بعد از اونیورسیته تمام کردن رفتن که شما قصری اینم کتابی وای نمیخونید که درسی نمیخونید که شاید برای تکرار خونید دیگه اصلا نمیخونید. اسپای کار میشه. بله، بنابراین همین رجوع ما در پی اصلاح همدیگر و اصلاح خود پیش از همه باشد. تشکر. و در بیت 29 میگردیدمون قسم یکم حضرت سعدی میگوید که چه سالهای فراوان و عمرهای دراز که خلق بر سر ما بر زمین بخواهد رفت چنان که دست به دست آمده است ملک به ما به دستهای دیگر همچنین بخواهد رفت. ادامه منطقی این چیزی که ما همین است. چی که این همه دنیا، این همه دولت، این همه ثروتی که ما داریم گفتی خدا مبارک این همه عظمت اثری که ها موندگیم نبود میگن اثری من شما هم میموند اثری دیگر ها هم میموند. انا اون ملک گوشت که این ملک میگه اثری که ها نمونده بود میگن این قدر ما با مثال آدم این ملک با جان ما میدیم که همین افزایش دیگه مال و منال و اموال با من میکنیم میگن بخشیده میشه. این دنیا که خودش که هیچ است اصلا همون هیچ اثر یک آدم هیچ موندگی با سری ما موندگی اثری من و شما هیچ هم برآمده میدن. پس شایسته ترین کار در فاصله زیستن این علم آموختن این نعمت بزرگی که خدا داده است و آن را برای دیگران تلقین کردن. درست است. درست است. و واقعا همین وقتی که به همین اشعار نیاگان مخصوصا مثلا سعدی که خود معلم اخلاق حمیده میگویند و در غزل دادی سخن را داده است. مثلا اگر به توجه به همین دو بیتی که اینجا گفته است اگر توجه کنیم و همیشگی مثلا تلقین میکند که انسان در فاصله بودنش کاری کند که علم بیاموزد. در اینجا شما یک اشاره کردید حتی در گلستان هم سعدی یک حکایه دارد میگه جانان حکیم به فرزندش نصیحت میکرد جانان پدر علم بیاموزید علم چشمه زاینده است و دولت پاینده. یعنی در ادامه میگه که اون ملکی که مثلا پدرت برای تو میراث گذاشت یا خواجه به کم از اون به مزرعه داده یا دوست به یک بار ببره. یعنی اون میراث پدرت یافت نه تو. تو هم دومش که میراث پاینده نیست. پاینده نیست و تو باید گویم انمی ثروت معنوی خودت جمع کنی. البته. چقدر که پیشتر گفتید که از بیدل که همین چیزهای میماندگیش آنچه که با خود میایسته. آنچه که ما جمع میکنیم این چیزهای مثال پالماسته شونده است. چرا این نعمت‌های ظاهری است. اموالی که داریم. بله. لیکن بهترین چیزی که مثلا هیچ کس از من و شما دزدیده نمی‌کند این چه است؟ این آنچه که ما از این در میکنیم. هم در این سری ما بوده که کی میتواند
از درون مغز ما اون چیز رو گرفته تونه هیچ کس نمیتونه شبم قتیم و روزم قتیم و همیشه من بایگانی ما архиви ما کجونده من کجا با میگد چی در گنجینه ما کنز در همین جا در درون است یک چیز رو همین در همین وحوای کردیم در باره ملک کردیم خاطرم ما حضرت سلیمان برای چی مثال نمیده ملکه میران رو تعریف میکند که این عقلی ملکه از عقل من هم بیشتر بوده است میگه همین که وقتی با جندی خود با حربیان خود گذاشته میرن میگه های این طرف سو صحبت یک ملاقاتی برپا میشه صحبت ها بسیارند در بسیار قصص صحبت ها بسیار دیگه یکی از همین صحبت ها سال آمده عیسی از همون چی بعضی حکمت ها رو پرسیده میگیرن یکی از همون صحبت ها همین میگه تو میگه همین ونده هست 4 کتابنده هست همین چیز میگه که ملکه میران با سلیمان علیه السلام پادشاه با عقل ترین پادشاهی با عدالت ترین میگوید که تو اینقدر هم میگوید از این دولتی که داری فخر مکن میگوید مضمون اول آنچه که شما گفتید این همش از پدرت مانده بود از داوود پادشاه از پدرت مانده نه از توست دومش این که از پدرت ماند تو ماند از تو دیگرها بمیمانند الان پیشنگی میسره که این همه ملک ها اثر دیگران مانده شده اثر تو هم میرده اثر دیگرها هم میرده و سیومش الان میگوید که این دوای ملک تو دولت تو پاینده نیست یعنی وقتی که باد برخیزد از بین بیرود میگه میپرسید بادش چیه میگه میگه باد آنچه که خداوند میدهد میگه سنجش هاست هست ملکه میران به حضرت سلیمان علیه السلام درس‌های بسیاری میدهد پندهای بسیاری این یکی از پندهاش میگه که از مال و ملک این خبر میگه و نکن میگه مطمئن نباش میگه این اصل دیگر ها اینها همه چیزای رونده است میگه برای یک چیز فهمیدن به تو داده میشد وقتی که تو فهمیدی از بین همین چیز برداشته میشد و ابزار دیگر یعنی واسطه دیگری سنجش به میون میآید میگه مال از هم موند از تو هم میمونه انا همین اون که اون به که به جای مال نیکی مونه تشکر برای اشتراک و توضیح این ابیاتی که واقعا ابیاتی قرار اون اشعاری بزرگانی سخن اونهایی که 100 سالهای پیش برای ما گفتند راستی روح این بزرگان از ما شاد باشد به خاطر آنه که این چراغ معرفت را همین گونه نفرانی هستند از صاحب دلان از دوستان دانشمند ما که همیشگی در روشنایی بخشیدن معنویات جامعه مثل فانوسند و این اشعار این میراث نیاگان چون یک دستور یک راهنمایی است چون از کتاب آسمانی تا این میراث نیاگان که همه از اهل تقوا بودند آنها همه از شیخان بسیار بزرگی اهل علم و اهل دین بودند و پرهیزگاران بودند و برای ما این میراث را گذاشتند تا ما آن را از خود کنیم و خودمان را ساخته باشیم برای اشتراکتان به شما تشکر میگویم اینجا فرصتی برنامه گلستان معنی به پایان میرسد تا برنامه های نوبتی خانه‌تان بود باشد خیر